بزرگترین مرکز تجارتی مزار هتل که به ارزش 2 میلیارد افغانی ساخت و ساز شده است تا یک ماه دیگر به بهره برداری سپرده می شود. به گفته مسئولین این مرکز تجارتی برابر معیارهای جهانی اعمار شده است. اسمت الله اسحاقزی یکی از سهامداران مرکز تجارتی مزار هتل میگوید که کار ساخت این مرکز تجارتی 2 سال قبل با سرمایه بیش از 250 میلیون دلار در شهر مزار شریف تهیه شده بود که در حال حاضر کار آن 95% تکمیل و در جریان یک ماه آینده مورد بهره برداری سپرده خواهد شد. به گفته آقای اسحاقزی این مارکت برابر با معیارهای جهانی ساخت و ساز شده است و در این مرکز تجارتی تمام امکانات برای خرید و فروش 4 صنف از قبیل بولیهای تیل، آرد، ادویه، صرافی و حوض آببازی، مرکز ورزشی، هتل 3 ستاره و بخش‌های دیگر نیز در این مرکز ایجاد شده است. همچنین آقای اسحاقزی می‌افزاید که از شروع کار این مرکز تا اکنون برای صدها تن زمینه کار را فراهم ساخته است. یک هتل 3 ستاره است، دارای 2 لیفت است، پارکینگ مستقل است، رستوران است، در منزل 4 حوض آببازی است، جیم و تمام سهولت‌هایی که در اونجا یک هتل 3 ستاره لازم است ما در نظر گرفتیم. 250 لک دلار آمریکایی ما سر از این مرکز سرمایه گذاری کردیم. الحمدلله روزانه تر 1200 یا 1400 نفر پوری روزانه مستقیم په مرکز کې کار کوي. در همین حال شماری از ادویه فروشان در حالی که از ساخت این مرکز تجاری ابراز خرسندی می‌نمایند میگویند که در این مرکز برایشان تمام امکانات داد و ستد فراهم شده است. ماشاءالله موقعیت مارکت در بهترین موقعیت فعال شده. شکر دیگه مارکت ساخت ساز تقریبا به پای اکمال رسیده، تکمیل شده رئیس. عملا فروشات جریان داره. کاروبار میته رونق گرفته رئیس. 6 یخچال میاری که تقریبا 140-130 متر مربع است هر دانش به خدمت امید و فروشا قرار داده که این خیلی یک گام بزرگ است. البته یک بر دوا فروشا یک سهولت خیلی بزرگ است. تقریبا 50-60 نفر نجار کار میکنیم. رنگمال است، کنافکار است، دیگه چیزا است. کم از کم اینجا 200-300 نفر مثلا در این پروژه کار میکنه. گفتنی است که مرکز تجارتی مزار هتل به مساحت بیش از 2600 متر مربع که کار آن 95% پیش رفته است در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.